time you talk about XRP, yes, sell it. خرداد ماه داوینچی توی این ویدیو گفتش XRP ها رو بفروشین، اما دقیقاً چند هفته بعدش ریپل از 2.16 به $3.60 پامپ کرد، دقیقاً جایی که ما ازش خارج شدیم. بعدش توی مرداد ماه وقتی ریپل $3 بود اومد گفتش که الگوی W تشکیل داده و به زودی $5 میشه، یا حتی توی این ویدیو برگشت گفتش $24 میشه، یا حتی توی این ویدیو برگشت گفتش $4671 میشه. ولی نتیجه چی شد؟ همین ماه قبل XRP تا $1.5 سقوط کرد. اما واقعیت اینه که داوینچی تو سال 2011 وقتی بیت کوین $1 بود خیلی شانسی توی یه ویدیو گفتش که بیت کوین بخرید و اون شد نقطه عطف زندگیش. الان هم پروژه ها و صاحب های توکن ها بهش پول میدن تا براشون تبلیغ کنه. پس لطفاً هیچ وقت توصیه ها و تحلیل هاشو جدی نگیرید.